در جنوب اتیوپی قبیله‌ای که به دور از دنیای مدرن زندگی می‌کند وجود دارد. قبیله همر با شیوه زندگی و رسوم غیرمعمول جزو عجیب‌ترین قبیله‌های دنیاست. اینجا زنها برای اینکه صداقتشون رو به همسرشون ثابت کنن مراسم شلاق زدن داره. زنها داوطلبانه تو این مراسم‌ها شرکت می‌کنند و جای زخم شلاق رو به عنوان نمادی از غرور به نمایش می‌ذارن. مردم قبیله زخم‌ها رو نمادی از وابستگی و عشق می‌دونند. زنهای همر موهاشون را با ترکیب خاک قرمز و آب بکر تزیین می‌کنند. اما این ماده به مرور زمان با جاری شدن به چشمهاشون باعث میشه 70% از بینایی رو از دست بدهند. تکبند فلزی ضخیم در گردنشان به معنای زن اول بودن است و 2 فلز نشانه زن دوم بودن است. یکی دیگر از مراسم عجیبشون پرش از گانر است که نماد بلوغ پسرهای جوان قبیله است. پسرهایی که بتونن بدون افتادن از پشت گا عبور کنند به عنوان فرد بالغ قبول میشه و اجازه ازدواج دارد. برای ویدیوهای بیشتر حتما دایره رو دنبال کن.